داداش من یافتم چیه یافتی؟ چی یافتی؟ من یافتم چی یافتی؟ شما گفتم دیدکو؟ تو فکر کن من بازادروزت چی گرفته دیم یافتی؟ یافتم خیل چی گرفته دیم؟ شما انیق گرفته میدهید می؟ خیل تو گو انیقا؟ خیل انیق با من داداش برای دستهایم خیل برای گوشهایم خیل برای گردم شد زنم من با تو صابون گرفته میدیم گیری میدونی بچه که کنن نکردنش رفتیم کلابرار تز کن تز کن تز برار کلابرار برار تز برار برار تز باش کلابرار چی به میزنی زنن؟ بگونا پول پرسد پول هست من پرسم دایم پول نیست کو الو مدیری فیرمای مرغ پروری بدلبویف جلوی نتونم مرحمت رئیس ممکن می؟ بیا السلام علیکم چی زدید می رئیس؟ جه زدم گوش کن مدیر لبای برای همین فیرمای مرغت چیزی که طلب کردی من پیدا کردم ها یم گفتی خریده دادم می جو گفتی خریده دادم می گندم گفتی خریده دادم می کنجوره گفتی خریده دادم می و برای چی تخموی مرغوی فیرمت مایده برای چی یا همه یمو دیم خودت میخوریمی نه رئیس شکر شما برای چی من یه ماه مرغ میخورم نه برادر 2 روز پیش از نهایت کمیسی اومده هایدی کمیسی تمام مرغخونه ها تفتیش کرده برآمده است میدونم و من مرغخانه فیرمه همسایه تخم کرد تخمش کلون 90 دیرم و برای چی مرغ فیرمه تخم میکند تخمش مایده 88 دیرم برای چی رفیق رئیس ما همین مسئله با بعد دینانگی سپوریش شما مرغای همش جمع کرده مجلس گذراندیم مرغا همشون با یک آواز گفتن که ما برای 2 درهم شده فیگور همه ویران نمیکنیم گفتن چی؟ با کانال موتوهوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. مرحمت کیه؟ السلام علیکم و علیکم السلام مرحمت بیایید شما مفتش می؟ بله مفتش
چی مسئله کتی آمدید؟ یک عریضه شکایتی دارم. عرضه شکایتی دارید؟ مرحمت بذارید شنید خوش از بالای کی شکایت کردن میخواهید؟ از بالای شوهرم. از بالای شوهرتون؟ چی؟ شوهرتون شما رو میزنن می؟ نه یا که بدمستی کرده در خانه جنجال میبردارن؟ نه 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 یا که زنی دویم دارن می؟ نه نه خیلی نه. پس برای چی از بالای شوهرتون شما شکایت کردن میخواهید؟ و کس من دویم گربچه‌ام ماشانه کام میگویند. جوی خیر نست کو اونقدر به شما مهربانی میکردین او گربچه کم گوین این یک نوازش کو باری اول میشنم که از بالای نوازش شوهرم شکایت کنند این مورد خیلی نوازش این بلازنه دیگه مهربانیه. این زنی من گربچه چهار پاچه کشکی راست میافتد گفته دویم منه ادوی ماشانه میپرداید. دست رفتنی ها توقعی میگوریزی با دست افتادی تو فکر کرده که امان گریخته خلاص میخوری کوشم درکم هم دو سبتی کوشم درکم باید تو دخترها رو بوسه میکردی یک بار دیگه بینم همون نازی دختری من رفته گیته تو گوشتو میکنم فهمیدی من با تو نشان میدم چه دختر بوسه کردنه به نشان دادنی شما هم خودم ناز میدونم چطور بوسه کردن دختر رو. چی؟ کریم جون سلام نازمی درست می نازمی سلامتی نازمی بچه‌ات نازمی آل بیتت همه نازمی خونه تنج می نویرون نازمی نیکی خورسند کردی من دیدم این قدر کم نما شدی خواهی جوره کن من همیشه اودا گشتی با فکرم یک دو سال شده است که یادیگر رو ندیدیم چند مراتب زنگ زدم تلفنت جواب نمیتید کریم جون وای تلفن قطعی حجتم همش اکستان دزدیدن حالا ده همه کاری پیشتره نه اونجا ساکرشه نکرن کو نه بازی در کجا کار میکنی اوزی من همین مرگ با مرده شو این کار معاشش چخل معاشش یا که یک لیوی پفتگی با لیوک پیوک دارد می کریم جون معاشش کمتر نو نکی لیوک زور لیوکش هست چخل 9 تا مرده میشویی دهم یازدهم ماشین خدا دخترم چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ تنجمی؟ چی شد دخترم؟ چی شد؟ یکونگ از خفه کرد؟ دوست داشتم کماندیروف کردم اوخه هیچ گرد نگشته میبیاد بچم زیغ نشو انامی گل دسته دادو گفت تو انامی گل پچمورده شدن من میبیاگو ناز کو وای چه دوست میداشته است حرمت میکرده است او این گل دور است به پژمرده میشد بچم و گشته میبیاد اورم شو آی گل بینه آی گل پلاسما سینو
assalomu alaykum. سلام. شین. Assalomu alaykum. سلام. چند سال گرفتی؟ 10 سال. روی چی؟ زنم پرت افتم. ای من احمق گمان میکنی برای زنت پرتم 10 سال من 5 تا زن پرتم لیکن برای دوزیشتم فهمی چی می؟ 5 تا زن پرت افتید؟ من زنم انوه متاش پرت افتم. شما چند متاش پرت افتید؟ نهم تاش با کی اومد؟ دادا شما می السلام علیکم دادا اومدید من گفتم کی داره ترقص کرده زد گفتم شما می این عبارش دا اومدید دقیق شد خیلی دادا کنه بیوقت اومدم بیوقتینده کریم جا خونه بمی؟ ایوه نیه پسرتون کار به حالی باید کار به ها ساعت 6 دولم کار بمی ایوه میخواد تا بیوقت میگردن کار به خیلی گمنه کلین انتظار میشه می بیاد اولی می بیاد دادا شما چی باید قاقشلق عبارش دا اومدید؟ آخه شما وعده کردتون نرفتم دخترم بیادم اکش نمیداشتیم وعده کردتون نرفتم من خودم شما را یاد کرده خیسه اومدم ده اکو دادا راستی گفت همین 1 ساعت باز قشلاق میرفتگی امروز میرویم میگویم یگان کار میبرد پگاه میرویم میگویم یگان کار میبرد هر روز یگان کار میبرد ما هم قشلاق با رفته نمیتونیم دادا عموما شما را باناتون هست برای من خودم اومدم نکنم چه میستم دادا شما چند روزه شده اومدید کن من اکن کلین تا دیلاتون بازدن همیشه خوب میرم چای ننوشته میروید می جانی بابا کلانچه شدی کن کلانچه شدی کن چه وقت قشلاق منو ببین متهم چه به خبرگیر نمیری بابا این باباش این کلان شود میروم باباش بگوزم کلان شود میروم کن کلان شود میرود باباش که خیر خوش کن باباش میرفتیم بروید بابا جان مال بابا جان خیر السلام علیکم عنایت خان شما ناز هستید صحت سلامت السلام شما درست می هم کورسم کریم جان نام دیده شناختم من تو دیدن زمان شناختم انا این واخوریه بینه چه خودتان درست می ناز ناز رحمت تو چخیل زندگی ها همه ناز کدکو ناز رحمت به فکرم یک 5-6 شده گیسم کدک کریم جانه دوتا دوتا ایلویم دراش شد این رست و کام نموش درفت چموی چند قبض ندیدگی بدم همین آخران به فکرم ها 5 سال پیش بود که روزی واخوری همو انا همونجا بدید هم کورسا جمع شده که بدیم گوش کن تماما دیگر خیل شدی همون 5 سال پیش در واخوری تو تماما یک لاغری خیلی کسل مانندی باور میکنی این خیلی خراب بودی حاضی تماما شکفتی تو آدم نمیشناختگی شدی باور کن این قدر کرتاهای خوشرو پوشیدی رحمت این لباسای همین قدر زیبیده است که تو با انا ای به فکرم شوهرت کارش دیگر کرده شوهرم کارشون دیگر کرده نه من شوهرم دیگر کردم
همه کسا میکند کسا بسیار باشد خیم کنجی رفیق دکتر؟ یک کسل آمد شمال زده بود است بسیار میسلفد من وای با گفتم که هوا خنوق یک لباس گرم پوشیده گردید ها درست گفتید دکتر جان هوای خونکشه بینی لباس گرم پشت گاش نشده کن البته درست گفتم او وای ابله پالتوی من پوشیده رفته است اه؟ السلام علیکم تماشابینان عزیز مهمان استودیوی ما امروز عائله عبدالله فر همان عائله که در آزمون جمهوری عائله بهترین جای اول را اشغال کردند ما رو می‌آوریم به این عائله آوازدار خوش آمدید نوری دیده و تاج سر عائله عبدالله بابا جان السلام علیکم برنامه را سلام کردیم سلام علیکم خوش آمدید به برنامه ما من پیش از همه شمایان رو با غالب آزمون جمهوری عائله بهترین شدنتان تبریک و مبارکباد میگویم ما شنیدیم که این دوامی 60 سال باز شما یک جای زندگی کرده فقط خنده و بازی کرده عمرتان را میگذراندید بله بچه ها خرسند نبیره ها خرسند کلین ها خرسند همسایه ها خرسند نبیره ها 54 تا 54 تا نبیره زنده باشید باید نبیره 78 تا عمرشان دراز شود ما شنیدیم که در دوام 60 سالی زندگی یک جایه از این عائله شما عموما آواز گریه نمیبرآمده است خط گریه کودک گریه کودک انا همین رو ما فهمیدم میخواستیم که شما چی طور انا همین خیلی محیطی خوشبختی رو در امین عائله خودتان برپا کردید درباره همین یک معلومات میدادید اوکا جان احمد شما بر من مسافت کی راستی گپ لباس ترویز گلاس شده محبت از نگاه اول زنده باشید اینا انخه یک دیگر فهمیم و رستان نزد یک دیگر فهمیم و همین نگاهشون میفهمم اینا با چای کبود آورنده کن یا چای سیامی اگر همین مویله باشن دو بار هم تو جمعه میدانم که نان آورنده کن یک دیگر فهمی باشد و اینا هم با 60 سال زندگی میکنیم شد جنگ بچم دروغی روی راست چه دروغ هم ای باش کدی بودگیسته های او بچم همین وقت که من همین زنک توی کرا گرفتم خطی شرطنامه بستم زنک اگر قهری تو اومد من چردک بمیبرم قهری من اومد تو گریخته خونه همسایه برا افتم در دوام زندگی بچم های این نخود در دوام 60 سال زندگی یک جایه اتان نخود که فعلی یکان تتان نامد او بچم شد خب کن و از کجا فعلم بیاد که او 60 سال باز این جانب من چردک به زندگی دارم بچم